سنت امتحان و آزمایش خداوندی برای همه بندگان اوست. هر کس متناسب با شأنش، متناسب با موقعیت و جایگاهش. در طول تاریخ بندگان خدا با انواع آزمایش های الهی روبرو بودند و آنهایی که موقعیت بیشتر، خصوصیات برتری داشتند، با امتحانهای بسیار سخت و دشوار روبرو بودند. تاریخ انبیای الهی گویای این واقعیت است. از عهد آدم تا خاتم همه اینها با انواع آزمایش ها روبرو شدند تا اولا در همون کوره امتحان و آزمایش به معنای واقعی ساخته شوند. انسان زمانی ساخته میشه که در امتحان، در آزمایش بزرگ سربلند برون بیاد. پیامبران خدا این گونه بودند. بندگان خوب خدا، یاران پیامبر، مقربان درگاه خدا این گونه بودند. در عرصه امتحان سربلند برون آمدند و از من و شما هم مطلوبه که در میدان امتحان سعی کنیم سربلند برون بیاییم، رفوزه نشویم، مردود نشویم. تاریخ انبیا وقتی مورد بررسی قرار میگیره، این بعد، یعنی بعد آزمایش، از بقیه ابعاد زندگی اونها پررنگتره. خداوند متعال به این بعد از زندگی انبیا بیشتر پرداخته و آن را به عنوان نقطه بسیار بسیار مثبت و درخشان در تاریخ انبیا برای همه کسانی که دوست دارند راه انبیا را ادامه دهند بیان فرموده است. حضرت آدم علیه السلام با امتحان و آزمایش روبرو میشه. حضرت نوح نبی علیه السلام همچنین